به نام خدا، ایمان امیر محمدی هستم، نماینده فدراسیون جهانی MMA IMF در کشور ایران و مسئول MMA ایران. این اولین باری بود ما به تاجیکستان سفر داشتیم و اولین شرکت ما در مسابقات آسیایی بود در قالب تیم ملی MMA ایران و خدا رو 100,000 مرتبه شکر سطح مسابقات سطح خیلی بالایی داشت و ورزشکارای ما تونستن توقع ما رو در واقع جوابگو باشن و نتیجه بسیار بسیار خوبی بود برای ما و من 109 کشور دنیا سفر کردم. به جرئت میتونم بگم بهترین کشور و بهترین میزبانی و مهمان نوازی رو کشور تاجیکستان داشت. برادرای تاجیک ما و در واقع هموطنای ما. حرفی برای گفتن ندارم جز تشکر و قدردانی از میهمان نوازی و نحوه برگزاری. امیدوارم که مسابقات جهانی رو در کشور تاجیکستان و شهر دوشنبه میزبان باشید. شهر دوشنبه تاجیکستان. برای شهر دوشنبه. یه باری که در مورد تاجیکستان رو چون در دوشنبه رو. خب اولین باری بود من به تاجیکستان سفر می‌کردم. بسیار عالی بود، شهر بسیار تمیز، میهمان نوازی در حد خیلی بالا، فرهنگ خیلی خوب، فرهنگ مردم فرهنگ بسیار بالایی بود و بخصوص برای ما ایرانی‌ها مهمان نوازی در سطح خیلی بالایی بود. سپاسگزارم از شما.